درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من اومدم با یک آموزش 3 سوته دیگه. بچه قرار این دستکش بسیار گرم و جذاب رو با آسون ترین روش بهتون آموزش بدم. خیلی راحت و ساده با نصف کلاف میتونید این دستکش رو ببافید، هم برای خودتون، هم برای فرزندتون، هم برای همسرتون و ازش استفاده کنید. نکات لازمش رو هم در حین آموزش میگم. دوستای گلم، قبل از اینکه برید آموزش رو ببینید حتما کانال یوتیوب من رو دنبال کنید، عضویت در کانال رو بزنید و بعدش هم یه کامنت خوشگل برای من بنویسید که ببینم چقدر این آموزش رو دوست داشتید. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. بچه من دارم با نخ کارتوپو بیبی وان و قلاب سایز 3.5 میبافم. شما میتونید با هر کاموا و قلابی که مخصوص فصل پاییز و زمستونه استفاده کنید. برای شروع بچه نیاز داریم به زنجیره زدن به اندازه ارتفاع دستکشمون. یعنی چی؟ یعنی الان من 20 تا زنجیره میزنم به اندازه ارتفاعی که لازم دارم. حالا از کجا بدونم این ارتفاع چقدره؟ ببینید تعداد زنجیره هاتون رو میذارید روی دستتون از جایی که میخواید دستکشتون شروع بشه تا جایی که میخواید دستکش تموم بشه. من میخوام از اینجا شروع بشه، بنابراین ببینید تا مچ میام زنجیره میزنم. اینو بلندترم میتونید بزنید، اما ما بعد از اینکه اینو بافتیم میایم قسمت مچ رو با بافت کشباف در واقع بلندتر میبافیم. نیازی نیستش که تعداد زنجیره هاتون تا بالا باشه. پس تعداد زنجیره هاتون از این قسمت تا مچ دستتون باشه. حالا اینجا میتونه یکم بالاترم باشه. خب من یه تعدادی زنجیره میزنم که شروع کنم به بافت و میخوام با پایه ساده این زنجیره ها رو پر کنم. بچه تو حالت عادی من 20 تا زنجیره زدم. حالا اینجا کمتر میزنم که شما فقط بافت رو ببینید. بعد از اینکه اندازه بافتتون درست شد یک زنجیره اضافه میزنید. 2 تا زنجیره اول و کاری نداریم، میایم از زنجیره سوم و از گره پشتی، ببینید از گره های پشتی نخ میگیرم و پایه ساده میبافم. دوباره نخ روی قلاب میرم تو گره دوم، نخ میگیرم و هر 3 تا رو یکی میکنم. در واقع دارم پایه ساده میبافم. ببینید به این شکل میام توی هر زنجیره یک پایه ساده میبافم تا برسم به آخرین زنجیره. خب دوستان ببینید من یک ردیف پایه ساده ها رو بافتم، به انتهای رج که رسیدم آخرین دونه رو که بافتم یک زنجیره میزنم، بافت و بر میگردونم و از همین پایه اول و لبه پشتی قلاب وارد میکنم، دوباره بافت پایه ساده انجام میدم ولی در لبه های پشتی. ببینید در لبه پشتی هر گیس بافت یه دونه پایه میبافم و میرم لبه پشتی گیس بافت بعدی و این بافت رفت و برگشت رو باید ادامه بدم به این شکل. این بافت رو هم انجام میدم تا برسم به انتهای رج. خب دوستان ببینید رج دوم رو هم بافتم. نگاه کنید به انتهای رج که میرسم این آخرین پایه منه. خب آخرین گیس بافت پایه ساده است. اینو کامل میرم داخل و یک پایه ساده میبافم، از لبه پشتی نمیبافم. دوباره یک زنجیره میزنم، بر میگردم، نخ روی قلاب، این بار از لبه پشتی اولین گیس بافت دوباره بافت پایه ساده رو شروع میکنم و دوباره میام در لبه های پشتی به این شکل پایه ساده میبافم به این شکل. این بافت رفت و برگشت رو بچه اونقدر باید ادامه بدیم تا برسیم به اندازه مد نظر. من برسم به انتهای رج، یه بار دیگه انتهای رج رو بگم و بعدش ادامه آموزش رو با هم میبینیم. خب دوستان ببینید رج سوم رو هم بافتم، رسیدم به 2 تا گیس بافت آخر. ببینید اینو از لبه پشتی میبافم، اما
آخرین گیس بافت که اینه، ببینید قلاب رو وارد میکنم، 2 تا لبه رو با هم میگیرم، نخ میگیرم و به این شکل میبافم. یعنی پایه های آخر رو میام تو 2 تا لوپ اون پایه میبافم. دوباره با یک زنجیره و یک پایه ساده از لبه پشتی بافتم و شروع میکنم. این بافت رو باید اونقدر ادامه بدیم تا اندازه کارمون برسه به اندازه‌ای که میخوایم. حالا اندازه‌ای که میخوایم چه اندازه‌ایه؟ بچه ببینید شما بعد از این که پای ساده ها رو با بافت رفت و برگشت ادامه دادید، اندازه کارتون، ارتفاع کارتون که میبافید باید بشه به اندازه دور دستتون. حالا چطور این اندازه رو در نظر میگیرید؟ وقتی بافت رو انجام دادید، دستتون رو میایید میذارید این قسمت بافت طوری که شستتون باز باشه و این باید از این قسمت از وسط شستتون این رد بشه و انگشت سبابتون مماس باشه با این قسمت. میبینید؟ حالا یه ذره این طرفتر و اینو که برمیگردونید این 2 لبه رو قراره به همدیگه متصل کنیم. ببینید الان من دقیقاً اندازه دور دستم بافتم و وقتی این کارو میکنم ببینید اینا به هم میرسن. نباید این کوتاه باشه که به هم نرسن یا خیلی بخوایم کش بدیم بافتمونو. بافت باید یه کشش داشته باشه، بافتتون باید جذب دست باشه. ببینید بچه‌ها، بافتتون باید جذب دست باشه و وقتی هم که به اینجا متصل میشه کیپ دستتون باشه. به این شکل میایید اندازه میزنید و بعد از اینکه اندازه‌شو در آوردیم این قسمت رو متصل میکنیم. حالا ما چطور بیایم در واقع این قسمت رو به هم متصل کنیم؟ ببینید بچه‌ها، این بالا رو هم تنظیم کنید طوری که حالا این یکم بیاد پایین‌تر این شکلی. خب این لبه باید متصل بشه تا کجا؟ من با دستم میام قشنگ اینو اندازه میگیرم ببینم تا کجا باید متصل کنم. ببینید تا اینجا باید متصل کنم، یکم این شست من تو این قسمت باید آزاد باشه. میام همون دونه ای که فکر میکنم باید متصل کنم رو با مارکر مشخص میکنم. برای اون یکی دستکش دیگه شما تعداد رو بشمرید. الان ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه از بالا من باید به این طرف متصل کنم که 8 تام از این طرفه. پس 8 تام از این طرف میشمرم 1 2 3 4 5 6 7 8 و میام مارکرم رو به 8مین دونه اون طرف هم وصل میکنم به این شکل. حالا دوباره میام بچه دستمو میبرم داخلش. ببینید خب این بالا دیگه باید متصل بشه تا جایی که میخوام. از پایینم بچه میام متصل میکنم و به اندازه‌ای که تا پایین شستم باشه، ببینید تا اینجا این طرف رو هم متصل میکنم و میشمرم 1 2 3 4 5 تا هم باید اینجا جا بذارم. پس ششمی رو میام دوباره با مارکر مشخص میکنم. ببینید ششمی از این طرف و ششمی هم از اون طرف، 1 2 3 4 5 و 6. الان این 2 تا قسمت هایی که ما با مارکر مشخص کردیم جاییه که شستمون ببینید از بافت باید بیاد بیرون و وقتی حالا متصل بشه کش میاد. بعد میام چیکار میکنم؟ بعد میام این قسمت ها رو به هم متصل میکنم. ببینید الان من نخم رو دیگه اینجا قیچی نکردم، میام با یه قلاب ظریفتر، ببینید با یه قلاب ظریفتر از اینجا تا اینجا رو به هم متصل میکنم. برای اتصال چیکار میکنم؟ حالا دقت کنید که این قسمت روی کارتون باشه. الان برای من پشت کاره، حالا روی کار باشه بهتره. بنابراین من اینو برمیگردونم. دیگه من میدونم 5 تا برای 60. ببینید 1 2 3 4 5 تا برای 60، 8 تا هم از بالا. پس بقیهش دیگه میشه برای قسمت پایین 60. اینو برمیگردونم به روی کار این شکلی. خب یه قلاب ظریفتر برمیدارم، اولین گیس بافت رو این شکلی وارد میشم. خب و این حلقه رو از توی این گیس بافت میارم بیرون. درست شد؟ حالا اینجا یه زنجیره میزنم، یه زنجیره زدم. حالا بچه ببینید ما با این گیس بافتای عمودی کار داریم. میبینید با این اینوریا کاری نداریم، با اون طرفیا، با این بالایی کار داریم. این دونه های اول رو کاری ندارم. از دونه دوم لبه داخلیش به این شکل اینو میگیرم، لبه داخلی گندمی این طرف رو هم میگیرم، نخ میگیرم، هر سه تا رو یکی میکنم.
دوباره لبه داخلی این و لبه داخلی این یکی. به این شکل 3 تا یکی میکنم. پس گیسپافت این طرفی لبه داخلیش، گیسپافت اون طرفی هم لبه داخلیش و هر 3 تا رو یکی میکنم. یه دونه که زنجیری زدم 3 تا هم بافتم، الان شد 4 تا خونه. باید 8 تا برم دیگه. این 5 تا، 6 تا، 7 تا و 8 تا. به 8می که رسیدم یک زنجیره میزنم و دیگه نخمو قیچی میکنم. ببینید به این شکل درست شد. نختون دیگه میره زیر کار و بعداً تو دورگیری ها مخفیشون میکنیم. این از این طرف. این طرف هم به همین شکل گفتیم که 5 تا برای 60 میذاریم. 1 2 3 4 5 به این شکل. اینجا مارکر میذارم که بدونم تا اینجا من باید از این طرف وصل کنم. 1 2 3 4 5 من قبلی رو باید مارکر بذارم. تا اینجا دیگه باید متصل بشه. خب حالا چون اینجا نخ ندارم چیکار میکنم؟ میام از این قسمت، ببین میام از گیسپافت اول به این شکل قلاب وارد میکنم، یه نخ میگیرم، میام بیرون، یه زنجیره میزنم. حالا میام از گیسپافت این طرفم قلابم رو وارد میکنم، این حلقه رو ردش میکنم. ببینید به این شکل. این نخ رو هم بندازید دور این نخی که دارید میبافید که توی کار مخفی بشه به حالت گره. ببینید یه بار دیگه میچرخونم این شکلی. درست شد؟ خب حالا میام باز همون روش اتصال رو از گیسپافت دوم شروع میکنم. لبه داخلی این و لبه داخلی این طرفی رو میگیرم جمع میکنم. دوباره این نخ رو برای اینکه مخفی کنم یه دور این میپیچم، میرم سومین گیسپافت لبه داخلیش و لبه داخلی این طرف رو میگیرم و از هر 3 تا رد میکنم. دوباره لبه داخلی اون و لبه داخلی این طرفیه. این نخ برای اینکه مخفی کنید میتونید دور این بچرخونید و به این شکل جمع میکنم. الان ببینید 3 تا رو جمع کردم. دوباره این 4 تا، این 5 تا به این شکل. ببینید الان همه این خونه ها رو جمع کردم. یه دونه اینجا موند، پس یه دونه باید اون طرف داشته باشم دیگه. میرم تو لبه آخری اون طرف، اینم یه دور میپیچم و لبه آخری این یکی گیسپافت و هر 3 تا رو با هم جمعش میکنم. به این شکل بچه یک زنجیره میزنم و دیگه نخم و یکم حالا بلندتر قیچی میکنم این شکلی. الان اومدیم دو طرف کار رو به هم متصل کردیم. ببینید وقتی این میره تو دست، ببینید کاملا اندازه‌ای که میخواستیم و به همون داده. حالا برای اینکه بیایم قد دستکش رو بلندتر کنیم چیکار میکنیم؟ میایم این قسمت یعنی قسمت مچ رو تا هر اندازه‌ای که دوست داشتیم با پای بلند و کش بافت بزرگش میکنیم. یا با همون قلاب ظریف. بچه ببینید من قلابم الان سایز 3، اینجا قلابم سایز 3.5 بود. حالا برای اینکه میخوام کار یکم جمع بشه میام با قلاب سایز 3 کارم رو ادامه میدم. این قسمت پایین کار منه. خب میام از همین کنار قلاب رو وارد میکنم و اینجا نخو میگیرم. حالا نختون رو یکم بلندتر بگیرید. یک زنجیره و 2 زنجیره میزنم برای پای بلند. خب حالا 3 تا زنجیره میزنم. نخ روی قلاب، میرم تو پایه بعدی، یک پایه بلند. ببینید ما چون بافت رفت و برگشت با پای ساده انجام دادیم، میایم روی هر پایه ساده یه دونه پایه بلند میبافیم. حالا اگر فاصلهش زیاد شد میایم یه جاهایی رو 2 تا میبافیم، چون هم میخوایم قسمت مچ یکم جمع‌تر بشه. اگه بیایید مثلا رو هر پایه‌ای که میبینید مثلا رو این یه دونه رو این یه دونه بزنید خیلی تعداد پایه هاتون زیاد میشه، اینجا باز میشه. ما میخوایم یکم پایین دستکش ببینید
حالت جمع‌تر پیدا کنه. بنابراین الان 3 تا زدم، رو هر پای ساده میبافم. ببینید اینم یه پای ساده است، این 4 تا، اینو کاری ندارم میام اینجا 5 تا دیگه، اینو که بافتم میام اینجا، یه جاهایی هم میبافم که بچه سوراخ ایجاد نشه تو کارم، به این شکل 6 تا دیگه، اینو نمیبافم. ببینید میام اینجا 7 تا، این الان یه ردیف پای ساده است، میام اینجا 8 تا، دوباره این یک ردیف پای ساده است، میام روی خود پای ساده به این شکل میبافم. پس رو هر ردیفی که پای ساده بافتم یه دونه پای بلند میبافم. حالا اگه دیدم خیلی بعضی جاها خیلی بافتم داره جمع میشه، یکی دو تا حالا دونم بیشتر میتونم اضافه کنم. مثلا من 20 رج بافتم، الان باید 20 تا پای بلند داشته باشم که میتونم حالا تا 21 22 تا پایه هم ببافم. پس اینو دور تا دور میبافم تا برسم به این قسمت. خب بچه‌ها ببینید من تقریبا 22 تا پایه بافتم. ببینید این قسمت پایین کارم جمع شد و حتما هم تو دستتون امتحان کنید که دستتون داخل بره. خب بعد از این که این پایه ها رو بافتم، میام اینجا 3 تا زنجیره زده بودم، به سومین زنجیره یک بست میزنم، یک زنجیره میزنم. حالا میخوام پای برجسته از رو ببافم، نخ میندازم روی قلاب، دور اولین 3 زنجیره پای بلند برجسته از رو میبافم و دوباره همه پای بلند ها رو قلابو میندازم زیرش، نخ میگیرم، پای بلند برجسته از رو میبافم. ببینید به این شکل و این کار رو ادامه میدم دور تا برسم به انتهای رج. خب دوستان ببینید من یک رج پای برجسته ها رو بافتم، رسیدم به انتهای رج. این اولین پای برجسته ای که بافتم، قلاب وارد گیس بافتش میکنم، نخ میگیرم و یک بست میزنم، دوباره یک زنجیره میزنم، نخ روی قلاب و دوباره پای برجسته میبافم. ببینید دوباره همه پای برجسته های رج قبل رو به این شکل پای برجسته میبافم دور تا دور. این کار رو تا هر جایی که دوست داشته باشید میتونید ادامه بدید و اندازه‌ای که مد نظرتون هست میتونید باهاش ببافید. اینجا من یه رج پای بلند بافتم و 3 رج اومدم این پای برجسته ها رو بافتم. شما هم دور تا هر تعدادی که دوست داشتید میتونید این کار رو انجام بدید. پس من این 3 رج رو ببافم تا بریم ادامه کارهای دستکش رو هم بهتون بگم. انتهای رج که میرسید بست میزنید، با یک زنجیره و یه پای برجسته دوباره بافت و شروع میکنید. ببافید تا هر اندازه‌ای که دوست دارید. نهایتا انتهای رج رو بهتون نشون میدم. خب دوستان ببینید من 3 رج به این شکل بافتم. 3-4 رج که ببافید بافتون خیلی شیک و قشنگ میشه و نهایتا کارتون که تموم شد میایید نخ رو قیچی میکنید، به این شکل نخ رو میکشید بیرون. حالا این گیس بافت اول، یعنی اولین پایه‌ای که بافتید گیس بافتش، قلاب رو از پشتش میارید، این نخ رو میگیرید میبرید پشت کار به این شکل. خب حالا این نخی که بردیم پشت رو بچه میاریم میبریم داخل این گیس بافت. ببینید آخرین گیس بافتی که داریم، این گره پشتش رو هم حتما بگیرید که نختون در واقع محکم بشه. ببینید این شکلی اینو میگیرم و از وسط گیس بافت قلابو میارم بیرون، نخو میندازم روش و از توی این قسمت رد میکنم. ببینید میخوایم کارمون این شکلی به شکل گیس بافت بشه و بعد نخ رو میاید پشت کار مخفی میکنید دیگه، توی قسمت های پشت کار میاید نخ رو مخفی میکنید. حالا یه گره هم میزنید و دوباره چند بار رد میکنید و نهایتا نختون رو قیچی میکنید به این شکل. این قسمتی که بافتید بچه ها ببینید باید جوری باشه که دستتون بره تو دیگه، اینو یادتون باشه اندازش رو در بیارید. ببینید الان این قسمت مچ شد، ببینید
به این شکل. گفتم میتونید بلندتر هم ببافید. حالا بریم سراغ بقیه قسمت ها. اینجا رو میتونید بیایید با پای کوتاهی دورگیری کنید. این قسمت رو هم به همین شکل هم نخهای اضافی رو توی بافت مخفی میکنیم و هم اینکه یه کار تمیز و مرتب بهمون میده. برای این قسمت ببینید قلاب از اینجا وارد بافت میکنم، نخمو میگیرم میام بیرون، یک زنجیره میزنم، نخهای اضافی رو به این شکل نگه میدارم و از همین قسمت پایه کوتاه میبافم. به این شکل اینجا میتونید هم روی هر پایه یه پایه کوتاه ببافید، هم میتونید تو قسمت ها بعضی قسمت ها دوتایی ببافید. بالای کارتون دیگه خیلی جمع نشه. اگرم دوست داشتید بالای کار هم جمع تر بشه، رو هر رجی که پای ساده بافتید میاید یه پای کوتاه میبافید. ببینید به این شکل. بچه نخهای اضافی رو هم توی بافتتون به این شکل مخفی میکنید. ببینید به این شکل میام رو هر پایه‌ای که میبینم پای کوتاه میبافم. به این شکل پای کوتاه ها رو هم ادامه میدم دور تا برسم به این قسمت. به این شکل دوستان ببینید بالای کار رو هم جمع کردم، رسیدم به انتهای رج. انتهای رج رو هم دقیقا مثل قسمت پایین به همین شکل نخ و قیچی میکنم. از گیس بافت اول نخ رو میارم بیرون و میبرم پشت کار این شکل و این نخ میاد میره تو آخرین گیس بافت. ببینید اینجا میره تو این قسمت و حتما از گره پشت کار هم نختون رو رد کنید که مشکلی براش پیش نیاد و نختون رو توی کار دیگه میتونید مخفی کنید. به این شکل. درست شد. این دوتا رو هم میتونید یه گره بزنید و نهایتا نخ رو قیچی کنید. بچه همین کار رو میایم دور این قسمت شست هم انجام میدیم. نخهای اضافی رو هم مخفی میکنیم. ببینید میام از همین قسمت از اینجا قلاب وارد میکنم، نخ میگیرم میام بیرون، همینجا هم یه پای کوتاه میبافم این شکل. دوباره پای بعدی قلاب وارد میکنم، تمام نخهای اضافی رو میام توی بافتم مخفی میکنم. ببینید اینجا تو این قسمت نمیبافم، میام تو این قسمت میبافم که بافتم کامل جمع بشه و بعد تو هر گیس بافت یه پایه میبافم. ببینید اینجا دیگه ما گیس بافت داریم، نگاه کنید به این شکل. تو هر گیس بافت یه پایه میبافم و همزمان تمام نخهای اضافی رو هم پشت کارم همراه میکنم تا مخفی بشه. این قسمت شست رو میتونید ادامه بدید تا بالا، هم میتونید یه رج ببافید هم میتونید چند رج ادامه بدید، این دیگه سلیقه‌ایه. به این شکل ببینید تو هر گیس بافی پای کوتاه بافتم، رسیدم به این طرف، تمام نخهای اضافی رو هم توی بافتم مخفی کردم. ببینید این شکلی. دیگه اینو قیچی میکنم که از همه بلندتر بود به این شکل و نهایتا میرسم به آخرین پایه‌ای که دارم و دوباره نخمو قیچی میکنم و همون کار رو انجام میدم. به این شکل بچه شما میتونید خیلی ساده با ساده ترین روش فقط با دوتا مستطیل یک دستکش خوشگل ببافید و برای هر سن و سایزی هم میتونید این کار رو انجام بدید. برای اینکه روش اندازه گیریشو بهتون گفتم، برای کسی که میخواید ببافید اندازه ارتفاع دستکش
و دور تا دور دستمون رو میخوایم که اون اندازه‌ای که میخوایم در بیاد. اینم از دستکشمون. ببینید یه کار بسیار شیک که شما میتونید یک جفت ازش ببافید و استفاده کنید. به این شکل بچه ببینید یه دستکش بسیار خوشگل شد. اینجا رو مثلا من یه ذره جمعش کردم. شما اگه دوست ندارید میتونید یکم آزادتر ببافید دونه ها رو که جمع نشه. قسمت مچ رو هم میتونید بزرگتر ببافید. حتی اگه دوست داشته باشید دستکش انگشت هم داشته باشه میتونید برای هر انگشت ببینید چند تا زنجیره رو در بر گرفته و بیایید انگشت ها رو هم جدا کنید و تا بالا ببافید. این رو هم گفتم میتونید ادامه بدید. هر کدومو که میخواید ببافید با هم پیش برید. مثلا اگه میخواید یک جفت دستکش ببافید، تعداد رج هایی که برای مستطیل های اول میبافید یکی باشه، تعداد دونه هاتون باید یکی باشه که از دو طرف به همون تعداد بیاید دونه رو جمع کنید و کارتون رو ببافید و حتی قسمت بالای مچ رو هم به همین شکل میتونید انجام بدید. ممنون که تا انتهای این آموزش همراه من بودید. نظراتتون رو برام بنویسید. خوشحال میشم از دیدن نظراتتون و امیدوارم که با آموزش بعدی در خدمتتون باشم. به امید دیدار.